سلام، خیلی خوش اومدین به اولین درس از کانال من که همونطور که تو ویدیوی توضیحاتم خدمتتون عرض کردم قرار هست که ما توی این کانال به صورت رایگان آموزش زبان بازرگانی یا تجاری رو با هم پیش بریم. خودم خیلی ذوق دارم، خیلی خوشحالم به خاطر اینکه این درس هایی که قرار هست با هم کار کنیم و این آموزش هایی که قرار هست با هم داشته باشیم خیلی بی‌نظیره، خیلی جالب و جذابه و کلی من براش زحمت کشیدم، کلی روش کار کردم، زمان گذاشتم که شما با دنبال کردن این درس ها بتونید به راحتی نیاز خودتون رو تو فضاهای کاری بین المللی و توی تجارت و بحث بازرگانی بتونید به هدفتون برسید، بتونید پیشرفت بکنید و کلی توی این کانال یاد بگیرید. خب بریم شروع بکنیم. نحوه کار ما چطوریه؟ ما یه سری لغات رو یاد میگیریم، یه سری تمرین با هم همزمان انجام میدیم، یه سری تمرین به شما قراره که داده بشه به عنوان تمرینات بیشتر. خوشحال میشم که نظراتتون تو کامنت ها برای من بنویسین. با هم دوست دارم که یک تعادل دو طرفه داشته باشیم. اگه سوالی چیزی دارین حتما مطرح بکنید. خب درس اول ما راجع به این هستش که بریم روی میتینگ وکابولری کار بکنیم یا کلماتی که مربوط به جلسه هستش. بریم با یه تمرین شروع بکنیم. تمرین اول match the words commonly used with the word meeting to their definition. میخوایم بریم کلمه هایی که خیلی رایج هستن تو میتینگ رو مچ بکنیم با معنیاشون. خب کلمه اول arrange a meeting هست. قبل از اینکه بخوایم تمرین انجام بدیم بهتون بگم که شما میتونید خودتون این تمرین رو قبل از اینکه من بخوام توضیح بدم و حالا جوابش رو بگم به شما آموزش بدم، شما خودتون اگه یه بک‌گراندی دارین، اگه حالا توی شرکت بازرگانی کار میکنید یا آشنا هستین تا حدی با این مباحث، خودتون تمرین اول انجام بدین، بعدش بیاین آموزش رو نگاه بکنید، جواباتون رو چک بکنید. خب بریم سر تمرین اولمون. arrange a meeting رو ما میتونیم با آیتم B مچش کنیم. یعنی چی؟ یعنی to organize a meeting، یعنی که ما میایم یک در واقع نظمی ایجاد میکنیم یا میایم arrange کردن، organize کردن. اصلا کلمه‌اش تو فارسی هم اومده اینقدر که واقعا ساده است، معنی خاصی نداره. یعنی که ما ترتیب یه جلسه رو بدیم، یعنی که یک جلسه ای رو بیایم فراهم بکنیم مقدماتش. نمبر 2 postpone a meeting هست که با آیتم F اومده مچ شده. یعنی چی؟ یعنی to reschedule a meeting for a later time or date. یعنی که بیایم در واقع موکول بکنیم یک میتینگ یا جلسه رو به یه زمان دیگه. مثلا من الان مثلا امروز 2 ساعت دیگه من قراره یه جلسه‌ای داشته باشم، ولی یه کاری برام پیش میاد ارجنسلی و به صورت کاملا فوری، من باید بیام چیکار کنم؟ سریع این جلسه رو پستپون بکنم به یه تاریخ یا یه زمان یا یه روز دیگه، یعنی که موکولش بکنم. چرا؟ خب چون نمیتونم انجامش بدم. پس ریسکیجول کردن یعنی دوباره یا برنامه براش درست بکنیم، حالا توی later time یا date، توی زمان دیرتر یا حالا توی روزه، اصلا توی تاریخ جدید. Number 3 cancel a meeting. اصلا مشخصه، یعنی میتینگ جلسه رو کنسل کردم. با چه آیتمی اومده مد شده؟ to decide not to have a meeting، یعنی تصمیم بگیریم که میتینگ نداشته باشیم، کنسلش کنیم. Number 4 attend a meeting. یعنی چی؟ یعنی اینکه شرکت بکنیم توی میتینگ. attend یعنی شرکت کردن. با چه آیتمی اومده مد شده؟ با آیتم E اومده مد شده to go to a meeting، رفتن به جلسه. Number 5 chair a meeting. chair a meeting با چی اومده مد شده؟ با آیتم C اومده مد شده، به معنای این هستش که to lead or manage a meeting، یعنی مدیریت کردن یا رهبری کردن یک جلسه. و شماره آخر 6 hold a meeting، یعنی اینکه با آیتم A اومده مد شده، یعنی to have a meeting، هولد کردن، برگزار کردن. مثلا کلمش به صورت جنرال هولد، حالا یه معنیش معنی نگه داشتنه در زبان عمومی، یکیش هم یعنی برگزار کردن. خب بخش دوم تمرین بعدی که داریم میگه now use each verb plus meeting combination to complete the sentences. خب حالا ما اینجا باید بیایم چیکار بکنیم؟ هر وربو با این کلمه میتینگی که بعدش اومده ترکیب بیایم کامل بکنیم جاهای خالی رو. نمبر 1 میگه I'll call everyone so we can جای خالی
a meeting on Friday to go over the new specification. ما میتونیم چیکار کنیم یه میتینگ رو arrangeش بکنیم. we can جای خالی میشه arrange a meeting on Friday. Number 2, we're going to جای خالی to kick off meeting at 3 today. میگه ما قصد داریم چیکار کنیم؟ شروع میتینگ ساعت 3 امروز رو هولدش کنیم. قصد داریم برگزار کنیم. هولد کنیم the kick off meeting رو ساعت 3 امروز. Number 3, Jim will جای خالی the meeting today since he is in charge of the new project. جیم قراره چیکار کنه؟ will چیر کنه، رهبری کنه، هدایت کنه. chair the meeting. پس این شخص وظیفه رهبری میتینگ رو بر عهده داره یه جلسه. Number 4, I can't جای خالی the meeting tomorrow. چیکار نمیتونم بکنم فردا؟ attend کنم دیگه، شرکت کنم تو میتینگ. I can't attend the meeting tomorrow. I have to take my daughter to the doctor. حالا دلیلش هم آورده که چرا نمیتونه attend کنه توی میتینگ. Number 5, let's جای خالی the meeting for this afternoon. We need to finish the design before we present it to the client. Let's چیکار کنیم؟ میتینگ رو cancel. میگه امروز بیا کنسلش بکنی. Okay? Number 6, Sophie from the sales department can't make the meeting today. Why don't we جای خالی eat until tomorrow. صوفی نمیتونه شرکت بکنه امروز تو میتینگ. چرا نیایم چیکارش کنیم؟ پستپونش کنیم، موکولش کنیم به یه زمان دیگه. ببینید الان نقاطی که ما تو بخش A یاد گرفتیم، الان اینجا اومدیم دوباره تو یه سری تمرینات دیگه چون جای خالی رو پر کردیم دوباره اومدیم ازشون استفاده کردیم. این باعث میشه که این کلمات خیلی به حالت بلند مدت تو ذهن ما ذخیره بشه و ما بتونیم استفادهش کنیم. حالا برای اینکه شما بیشتر اینا تو ذهنتون بمونه، توصیه من بهتون این هستش که با تمام وکبای جدیدی که امروز یاد گرفتیم که مربوط به میتینگ بود مثال بزنید. بیارید توی شرایط خودتون، مثلا اگه مدیر فروش هستین، اگه کارمند فروش هستین، اگه با شرکت بین‌المللی کار میکنین، اگه تو جلسه هفتگی و ماهانه اون شرکت میکنید، بیارید تو کیس خودتون براش مثال بزنید. مثال بزنید که مثلا بتونید از این کلمه ها استفاده کنید و بیشتر تو ذهنتون بمونه، مثلا توی ناخودآگاهتون، توی اون ضمیر بلند مدتتون سیو ذخیره بشه. خب اینم بود از درس میدینگ وکابولری. امیدوارم که دوست داشته باشین و مثال بزنید، تمرین انجام بدین که تو ذهنتون بمونه و سیو بشه. اگر هم دوست داشتین میتونید این درس رو، این پست رو، این درس رو لایک کنید، کامنت بذارین، برای دوستاتون بفرستین که اونها هم بتونن از این آموزش رایگان حرفه‌ای و عالی و بی‌نظیر بهره